بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزتمند، چند روز باز قبل می شود نوار پیشکش شما نکرده بودیم. انشاءالله مهربان امروز تصمیم گرفتم یک حدیث را از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم به سمع شما برسانم. این حدیث فضیلت بزرگی را از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به ما و شما می رساند. عن ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لكل نبی دعوة فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ابو هریره رضی الله عنه میگه ما در مجلس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضور داشتیم. همچنین این حدیث از انس ابن مالک هم روایت می شود. حدیث بیانگر ای است که پیامبر میگوید هر پیغمبر به خود یک دعای دارد. هر پیغمبر در حق امت خود دعای دارد و دعایی که من برای امتم گذاشتگی هستم این شفاعت امت است برای روز قیامت. یعنی من او دعا را در دنیا نکردم، اون دعا را گذاشتم تا فردای قیامت امت گناهگار خود من نزد الله چکار کنم؟ شفاعت کنم. به همین خاطر عزیزان دل، همه را از شما میخواهم که همه شما برادران و خواهران عزیز وقتی که نوا را گوش میکنید از صلوات فرستادن، از اللهم صل علی فرستادن دریغ نکنید به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. هر مسلمان میتونه این نوا رو با آسانی گوش کند و مقصد مفهوم این حدیث درک میکند و در آخر همیشه یاد رسول الله صلی الله علیه و سلم به یادتون میرسه. همیشه صلوات به پیامبر بفرستید. هر انسانی که هر صلوات به پیامبر میفرستد الله متعال 10 رحمت به او میفرستد. الله متعال در این لحظه های زندگی همه ما و شما را صلوات به فرستادن به پیامبر صلی الله علیه و سلم نصیب روزی بگرداند. تا نوارهای دیگر در پناه الله مهربان باشید.